این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که هم ابرام 6 کلاسش رو از دست داده، هم از ترس جنگ و دعوای سگ و سیله‌هاش تو نمایش انتخابات داره زهره ترک میشه. صحنه انتخابات صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست و انشالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد. هنوز عظما دهنشو نبسته بود که کاندیداهای سفارشی و نمایشی کش و واکش بر سر قدرت رو شروع کردن. ما اصولا نباید فقر می داشتیم، نباید مسائل اخلاقی می داشتیم، می بایست در منطقه اول می شدیم. چرا نشدیم؟ برای اینکه کار به دست آدمایی دادیم که انگیزه، مهارت و علم جهت رسیدن به اون رو ندارن. وقتی ندارن نباید می دادیم. قرار بود کپک ولایت با آخوند رئیسی حالاها خروس بخونه، اما با این وضع و اوضاع بعید دووم بیاره. ببینید کار عظما به کجا کشیده که آفتاب دار بیتش رو هم قیچی کرد. تازه طرف مدعی بود که اجازه هم گرفته و با کسب اجازه از پدر معنویمان مقام معظم رهبری نشانی صفحات مرتبط با این جانب به عرض. حالا تو این وضع و اوضاع پدر زن پسر عظما مدعی مشارکت بالا هم است. بنابراین ما خوشبین هستیم و بعضی نظرسنجی هایی هم که این روزها انجام شده حکایت از این میکنه که همکنون سطح مشارکت بالاتر از انتخابات ریاست جمهوری قبلیه. این از نظر مشارکت بالا کیلویی چنده؟ الان اون چه که عظما رو به هول و ولا انداخته انفجار انبار باروته. ما فرض بفرمایید که انتخابات رو با این شیوه ها اگر بخوایم مشارکت رو بالا ببریم، جامعه رو در معرض یک آتشفشان قرار میدیم، جامعه رو در معرض یک انفجار قرار میدیم. دو قطبی شکل میگیرن که به شدت نسبت به هم نگاه خصمانه دارن، به شدت نسبت به هم دیگه نگاه حذفی دارن. نتیجه اینجور قضایا جز ایجاد بلوا و آشوب و درگیری نیست. یعنی جامعه وقتی به شدت ملتهب شد مثل یه بشکه باروت میمونه. به خاطر ترس از همین انفجار عظما امام جمعهاشو فرستاد جلو تا بگن خط همون خط انقباضه و باید یکی بیاد که مثل رئیسی خر عظما بشه. اگه بنا باشه یک کسی بیاد تمام استاندارا رو عوض کنه، تمام وزرا رو عوض کنه، تمام طرح‌ها رو به هم بریزه، روز از نو روزی از نو، این خسارت برای مردمه. باید یک کسی رو انتخاب بکنید که به راه رئیسی که شما با هر رئیس جمهور بیاد باید همینجور ذوب در ولایت باشه. این یکی هم که خوب از تنگی نفس عظما با خبره حرف آخر رو اول زد. الان ما در شرایطی نیستیم که روزه شکدار بگیریم، در شرایطی نیستیم که هندوانه دربسته بخریم. رهبری نفس راحتی بکشن، رهبری در چالش با کسانی که سکان اداره کشور رو به دست میگیرن نباشد. فعلا که سکاندار نظام با این ماشین درب و داغون توی چنین وضعیتیه. من امروز یه چند ساعتی ماشین داره قرض بگیرم. من حتی عزیزترین کسم باشه من ماشینم عزیزه دست کسی نمیدم. نمیدی داداش؟ شرمنده داداش من خودم شاسی سوار بودم، درایوینگم بدک نی. دستفرمون کسی قبول ندارم اصلا. جهنم. کاندیداهای از فیلتر گذشته عظما رفتن اینور و اونور تا مثلا تبلیغات انتخاباتی کنن، اما نتیجهش این شد. بین شهرداری و وزارت بهداشت مخیر شده و شهرداری را انتخاب کردیم. آنها در حالتی که مدرک تحصیلی معتبری نداشتند
را به مقصد نشانده و نخبگانش را از خود می‌راند. نمایش روح‌حضوری جلیلی هم بدون هیچ دلیلی به چنین صحنه‌ای تبدیل شد. شما باید پاسخگو باشید. پاسخگوی 40 سال تورم، 40 سال ناکارآمدی، 40 سال بیکاری که ایجاد کردید، رکودی که به وجود آوردید و نسلی رو شما تربیت کردید که امروز نه تنها این نظام رو قبول نداره، بلکه ارزش‌های بنیادینی که در قبل از جمهوری اسلامی وجود داشت نیست، به نوعی براش تأثیری نداره. شما دین رو هم به نوعی بازیچه رفتار و سیاست‌های خودتون کرد. حالا دیگه کارشناسای خودشون هم اعتراف میکنن که به جای انتخاب اون چه که تو راهه انقلابه. حاکمان باید تصمیم بگیرن که میخواهند بمانند یا اینکه بایستی که سرنگون بشن. اون موقع باید تصمیم بگیرن. من فکر میکنم متاسفانه ما به اون مراحل نزدیک میشیم. خلاصه اینکه طوفانی داره نزدیک میشه که بیت عظما رو دچار چنین وضعیتی میکنه. در حالی که رئیسی کوکو سبزی شده و به درک رفته، هنوز این آخوند مشنگ دنبال خالیبندی و بازارگرمی درباره وضع و اوضاع زندگی اون 6 کلاسه است. اون موقع نمیشد گفت، بعضا باور نمیکردن مردم، شاید بعضیا حتی زخم زبونم میزدن، یه تیکم مینداختن. ایشون حقوقی که میگرفت که به خاطر این شدت کار حتی به اضافه هم میگرفت، همون حقوق معمولیش رو نصف کرد. یعنی نصفش رو گفته بود به من ندید، برگردونید به خزانه بیت المال. ما با همون نصفش بس، نصف حقوقش رو نمیگرفت. خبر ندارن که قبلا نوچه های ریزشی خودشون پته رئیسی و جلیلی و باقی مهرهای نظام رو روی آب ریختن. سعید جلیلی، خب خونه سعید جلیلی شما میدونی کجاست؟ من نه نمیدونی. خونه آقای رئیسی میدونی کجا بوده؟ من نه مثلا نمیدونم. خوشکار من ندونی بهتر. ما اومدیم همه رو در خونه همه رو در آوردیم. خب بعد دیدیم که خیلی خب 90 خورده درصد اون بالای تهرانن، خط بالای تهران. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، باره میره توی گور این عظمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.